با سلامی دوباره دوستان عزیز، بازم شالوی گلخوجه هستم در روبروی شما. ساعت به وقت دوشنبه 10:10 است و مگه بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر رادیو آزادی برنامه خبری خود را پیشنهاد شما میکند با تفصیلات خبر و گزارش از تاجیکستان و جهان. و حالا من به شما میگویم که در برنامه امروزه چی خبر و گزارش را ما جای دادیم. بالاخره کرامت شریپов حامی حقوق مهاجران تاجیک شهروندی تاجیکستان را دارد یا اینکه اون را غیر قانونی از روسیه به تاجیکستان آوردن؟ همگی بعد از چند لحظه ما به این سوال پاسخ خواهیم یافت، چون که دادگاه اسماعیلی سامانی دوشنبه قرار است در این باره حکم خودش را برآورد و این لحظه ها همکاران ما در پشت در این دادگاه ایستادند و ما امیدواریم که تا برنامه ما در این باره گزارش را برای شما پیشنهاد میکنیم و اگر هم نشد خبر حتما خواهیم داد. و طبعا ما میبینیم این حکم بالاخره معین میکند که کرامت شریپov حقوقهای خود را در تاجیکستان ادامه میدهد برای حمایت یا اینکه واقعا هم راهی او برای برگشتن به روسیه هموار می شود. اولین اظهارات بعد از 2 ماه بیهوشی یولیا اسکریپال، دختری سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس، با یک اظهارات در روبروی کامرا آمد و این 2 نفر در ماه مارت با گاز فلج کننده عصب زهرآلود کرده شده بودند و روسیه در این کار از سوی بریتانیا عیبدار میشد. ولی خود یولیا در این رابطه چی میگه در برنامه خواهید فهمید. چرا واردات نسبت به صادرات در تاجیکستان زیادتر است و تاجیکستان آیا چگونه میتواند از مالهای خارجی رها شود و ساکنان تاجیکستان برای خریداری مالهای خارجی از کجا پول مییابند؟ این سوالهایی است که ما در یک گزارش برای شما در برنامه خبری حتما پاسخ خواهیم گفت. و چون ماه شریفی رمضان است، طوری ما میدونیم ماه خیر و سخا و ماهی که هر یکی ما امکان داریم برای بخشیده شدن گناههایمون کارهای بیشتری ثواب را انجام بدیم و با استفاده از این فرصت یک سازمان خیریوی برای روزه‌دارانی که محتاج هستند و امکان خریداری غذا ندارند برای برگزار کردن یا که داشتن افطار کمک میکنند و برای آنها خوراک میدهند. تفصیلات را در برنامه منتظر باشید. تولد و بزرگ شدن در عائله سرفرزند چی معنا دارد؟ برای هر یک نفری که در چنین خانواده به دنیا میآید چی محدودیت رو پیش میآورد؟ و اینکه بزرگ شدن در همین گونه محیط برای خصلت یک نفر چی تاثیر دارد؟ در برنامه یک گزارش داریم در این باره. البته این چند خبر و گزارشی هست که من برای شما معرفی کردم. خبرهای بیشتر از این رو داریم که بعد از چند ساعت دیگر من اون را در برنامه خبری رادیو آزادی در پخش زنده آزادی ویدیو یوتیوب به شما پیشنهاد میکنم و البته امیدوارم تا اون وقت شما نیز اگر هر خبر و نواری جالبی دارید اون رو به ما پیشنهاد میکنید، چون تا این دم ما از شما مکتوبای زیاد میگیریم که میخواهید ما راجع به این یا اون مسئله گزارش پیشنهاد کنیم. ما این موضوع رو حتما میآموزیم و در صورت تصدیق شدنش ما حتما همکارانمون به اونجا میروند و گزارش رو پیشنهادی شما میکنن. خلاصه امیدوارم که همین گونه همکاری ما با شما ادامه خواهد کرد و شما برای با خبر شدن از حوادث تاجیکستان و جهان همین طور برنامه خبری رادیو آزادی رو انتخاب خواهید کرد. ما شما را در آزادی ویدیو یوتیوب منتظر هستیم. همچنین ما را در www.azadi.org سامانه رسمی ما تماشا کنید و در صفحه های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی.